سلام و شاد باشه نوروز. خلاصه رمان سالتو اثر مهدی افروزمنش رو میشنوید. سریال یاغی اقتباس تلویزیونی از این رمان هست، اما قهرمان داستان در کتاب نوجوانی به اسم سیاوشه که پدری معتاد و آواره و مادری بیمار و افسرده داره. اونها توی خونه‌ای با سقف ایرانیتی زندگی میکنن. سیاوش خودش رو اهل جایی به اسم جزیره معرفی میکنه و کم کم متوجه میشیم که این جزیره منطقه‌ای دور افتاده توی جنوب شهر و اطراف خط راه آهنه. سیاوش با یک گروهی از همسن و سالاش برای یک قاچاقچی به اسم داوود به صورت اجباری کار میکنن. سیاوش دوستانی داره که سر چهارراه دستمال و گل میفروشن و حتی همسایه هایی که با لباس های شیک و تمیز خودشون رو به ماشین های بالا شهر میزنن تا از اونها برای شکایت نکردن پول بگیرن و به کلاهبرداری های کوچیک خودشون فخر میفروشن. اما سیاوش مستعد کشتیه و با وجودی که مربی نداره و دانسته های کافی هم از کشتی نداره، اما خارق‌العاده مبارزه میکنه تا اینکه نادر، یک عشق کشتی ثروتمند، تصمیم میگیره از سیاوش حمایت کنه. سیاوش رو به سالن کشتی میبره، کفش و لباسهای ضروری برای تمرین رو در اختیار اون قرار میده و در یک کلام مثل یک پدر زیر پر و بال اون رو میگیره. سیاوش به کمک نادر و دوست و شریکش سیامک از دست داوود خلاص میشه و همراه مادرش محله رو ترک میکنه و زندگی دیگه ای رو تشکیل میده. اما نادر، همسرش رویا و سیامک اعضای اصلی یک تجارت بزرگ مواد مخدر هستن و قصد دارن از سیاوش به عنوان یک مهره استفاده کنن. سیاوش توی گروهک داوود مواد مخدر میفروخته و حالا توی دستگاه نادر کم کم جذب سیستم میشه و تغییر چشمگیری میکنه. اتفاقهای مختلفی میفته، مثل مرگ مادر سیاوش و مرگ سیامک، جنایتهایی که نادر انجام میده، عشق قدیمی بین سیامک و رویا و خیلی اتفاقهای دیگه. بزرگترین آرزوی سیاوش قهرمانی در سطح جهانی کشتیه و بالاخره موفق میشه به مسابقات جهانی دست پیدا کنه و به نوبه خودش خوب مبارزه میکنه. البته یک سری حاشیه ها هم از طرف رسانه ها شکل میگیره تا اینکه جزیره توسط شهرداری باید خراب بشه و این موضوع سیاوش رو ناراحت میکنه. اون به جزیره میره تا خراب شدن اونجا رو با چشم خودش ببینه. پایان این رمان برای من یک کم نامشخص بود، طوری که بخوام خلاصش رو بگم برای من اونقدر راحت نبود، چون که برداشت‌های مختلفی میشه کرد. در آخر رمان نادر به درد و دل برای سیاوش میشینه و از آرزوهای خودش و عشقش به کشتی میگه و روزهای انقلاب که باعث شدن اون به آرزوش و مقامی که میخواسته نرسه. البته توی تفسیری اومده بود که سیاوش میفهمه که قدرت همون قدری که میتونه انسانها رو بزرگ کنه و نجات بده، همونقدر هم میتونه یک خندق تاریکی باشه که زیر پای انسانها رو خالی میکنه. ولی به هر حال سیاوش موفق میشه که نجات پیدا کنه از این خندق و تازه در نقطه شروعش قرار داره و راهی به جز انتخاب قدرت نداره، راهی که تا نیمش اومده و حالا باید ادامهش رو بره تا به بالاها دست پیدا کنه. من فکر میکنم پایان این رمان به عهده مخاطب بود، اما در کل رمانی بود که برای من خیلی شیرین بود و دوستش داشتم. اقتباس تلویزیونی هم که ازش شده با عنوان سریال یاغی بسیار سریال دیدنی و دلنشینی بود. این هم 5 دقیقه سالتو. نوروز فرخان.